شمعی فرشته. مردی که همسرش را از دست داده بود یک دخترچه 3 ساله داشت و او را خیلی دوست می داشت. روزی دخترچه به بیماری سختی مبتلا شد. پدر به هر دری زد تا کودک سلامتیش را دوباره به دست آورد. هرچی پول و مال داشت برای درمان او خرج نمود، ولی بیماری جان دخترک را گرفت و او ففتید. پدر در خانه‌اش را بست و گوشه نشین شد. با هیچ کس صحبت نمی کرد. دوستان و نزدیکانش خیلی کوشش به خرج دادند تا او را به زندگی عادی برگردانند، ولی موفق نشدند. شب پدر خوابی عجیب دید. او دید که در بهشت است و یک قطار منظمی از فرشتگان کوچک در راه‌های طلایی به سوی قصر مجلل در حرکت هستند. هر فرشته شمعی در دست داشت و شمع همه فرشتگان به جز یکی از آنها روشن بود. مرد وقتی که پیشتر رفت دید که فرشته که شمعش خاموش است همان دختر خودش است. پدر فرشته غمگین را بر آغوش گرفت، او را نوازش کرد و از او پرسید: دلبندم، چرا غمگینی؟ برای چی شمع همه روشن و شمع تو خاموش است؟ دخترک به پدرش گفت: پدر جان، هر وقت شمع من روشن می شود اشکهای تو آن را خاموش می کند و هر وقت تو دلتنگ می شوی من هم غمگین می شوم. پدر در حالی که اشک در چشمانش حلقه می زد از خواب پرید و بیدار شد. اشکهایش را پاک کرد، گوشه نشین را رها کرد و به زندگی عادی خود بازگشت. بله، واقعا مصیبت جگرگوشه و یا هر عزیز انسان سنگین است، اما علاج هر درد صبر است. خدایا، در برابر نعمت‌هایی که برایمان عطا می‌کنی شکر کردن و در برابر نعمت‌هایی که می‌گیری صبر کردن را به ما نصیب فرما.